بسم الله الرحمن الرحیم. داستان امروز ما داستان صحابی بزرگوار امیر ابن وهب هست. کسی که عمر رضی الله عنه در مورد ایشون میگه که از فرزندان من هم امیر ابن وهب برای من عزیزتره. ببینیم این صحابه کیه. داستان خیلی جالبه. امیر ابن وهب جمحی یکی از قریشیان هست که در جنگ بدر مقابل رسول خدا صلی الله علیه وسلم قرار گرفته. اما در این جنگ وقتی شکست خوردن به مکه برگشتن، پسرش وهب که گفتم اینا مثلا عرب رسم داشت میگه اسم پدر رو پسر خودش میداشت، پسرش وهب اسیر شده بود در دست مسلمانان. امیر خیلی میترسید که مبادا مسلمانان انتقامی رو که به خاطر رنج و آزاری که از این دیده بودن از پسرش بگیرن و بدترین شکنجه ها رو در حق پسرش اجرا بکنن، چرا که اون خیلی به رسول خدا صلی الله علیه وسلم در دورانی که ایشون در مکه بود آزار رسونده بود، بیاران ایشون، و اصلا بدترین شکنجه ها رو بر سر اینها آورده بود و میترسید، همش ناراحت بود و نگران بود. یه روز صبح رفت به طرف کعبه که طواف بکنه، بالاخره همون بت‌ها و عبادتی که دارند و همون توسل‌هایی که داشتن. دید که صفوان ابن امیه در قسمت هجر اون کسایی که مکه رفتن میدونن، گوشه از همون قسمتی که طواف میکنی محلی هست هجر که یک تقریبا گوشه قرار گرفته در همون محل طواف که در همون هجر ابراهیم اونجا چیکاره نشسته. این هم رفت بهش گفت صبحت بخیر باشه ای بزرگ قریش. صفوان هم بهش گفت صبح تو هم بزرگ بخیر باشه ابو وهب، بشین تا با هم کمی صحبت بکنیم، بالاخره زمان بگذره، با صحبت کردن میتونیم زمان رو طی بکنیم. صفوان هم بالاخره وقتی دید این گونه هست با هم نشستند و شروع کردن به صحبت کردن. با امیر ابن وهب و صفوان شروع کردن صحبت کردن. خب چون زمان جنگ بدر بود زمان جنگ بدر بود و خب اینا اتفاقاتی افتاده بود و فلان، شروع کردن یادآوری این افرادی که از اینها کشته شدن، چه اتفاقی افتاده. به قول مشرکین برای خودشون خب مصیبت خیلی بزرگی بود. اسیران خودشون رو شمردن، حساب کردن که چند تعداد اسیر دست مسلمان ها و اینها افتاده. در همین گفتگوها بودن که واقعا امروز بزرگان قریش با چه مصیبتی مواجه شدند در این جنگی که با مسلمان ها داشتن، چجوری این اجساد رو در چاه بدر انداختند. و در همین چنین شرایطی که داشتن اینها صحبت میکردن، صفوان ابن امیه گفت دیگه زندگی بر ما تلخه، از امروز به بعد دیگه ما زندگی نداریم. امیر رو بهش کرد گفت قسم به خدا راست میگی. اما یه دفعه ساکت شد، دوباره حرفی رو گفت قسم به کعبه، پروردگار کعبه. نیا کنید مشرکین میشناختن رب الکعبه، اما برای شریک قرار میدادن واسطه های خیالی و توسل های شرک‌آمیز و اینها. گفت و رب الکعبه، قسم به پروردگار کعبه، اگر من بدهکار به مردم نبودم که باید بدهکاری اونها رو بدم، این جوانمردی عرب رو هم داشته باشید، و به خاطر ترس از فقر برای خانوادم نبود که بعد از من ممکنه گرسنه بشن و آواره بشن، حتما میرفتم و محمد رو میکشتم. به هر طریقی بود خودم بهش میرسوندم میکشتم و دیگه تمام میشد. این جریان بالاخره دعوت محمد و همه اینا به پایان میرسید و شر این دیگه از سر قریش و قریشیان عرب کم میشد. بعد یواش سرشو برد تو گوش صفوان بن امیه، گفت نگاه کن، پسر من الان نزد اونها اسیره، من به بهانه پسرم میتونم برم به یثرب بدون اینکه کسی متوجه بشه من چه هدف و چه نقشه‌ای دارم. بعد اونجا میتونم در یک برنامه‌ای من پیام محمد رو ترور کنم. تا این حرفو زد امیر به صفوان سخن امیر رو گرفت و فرصت از دست نداد. گفت بسیار عالی، خوب گوش کن امیر، این سخن بین من و تو یک راز میمونه. من تمام بدهکاریات رو پرداخت میکنم از طرف خودم، تو هیچ قصه نخور، هر چقدر میخواد باشه. خانواده تو هم خانواده منن، اونها رو ملحق میکنم به خانواده خودم. تا روزی که من زنده باشم نمیذارم که به اینها سختی برسه. مال من، دارایی من در اختیار اونهاست و من زندگی اونها رو به عهده میگیرم. تا از این جهت نگران نباش، چون این ترور دیگه میخواست بکنه. وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله رو میخواست ترور کنه قطعا میکشتنش اونجا، اینجوری نبود که زنده در بره و میدونست که این به قول خودشون عملیات انتحاری باشه. امیرم گفت پس تو هم این سخن رو راز نگردار، احدی را از این خبر نکن. اونم گفت چشم. با هم قرارداد بستن پنهانی بدون اینکه کسی
بفهمه. بله، عمیر از مسجد الحرام اومد بیرون در حالی که حقد و کینه و عصبیت و دشمنی در سینه‌اش موج میزد بر علیه محمد صلی الله علیه و سلم و تصمیم گرفت این نقشه ترور خودش رو هر جور شده اجرا بکنه. احدی هم از این خبردار نکرد که مبادا نقشهش لو بره و تصمیم گرفت این سفر رو انجام بده. خب چرا در اون زمان میرفتن که قریشیان برای اینکه اسراشون رو آزاد کنن، بخرن، بالاخره به یک واسطه، به یک طریقی اسیر داده بودن دیگه و رفت آمد بود بین مکه و یثرب که مدینه النبی صلی الله علیه و سلم باشه، بالاخره برای آزادی اسیران خودشون. عمیر هم در چنین شرایطی خب فرصت غنیمت شمرد، شمشیر خودش رو کاملا تیز کرد، به سمی مرگبار آلوده کرد و اون مرکب خودش رو یا شتر رو یا اسب هر چی داشت آماده کرد و به سمت مدینه حرکت کرد، در حالی که دلش و قلبش پر از کینه و دشمنی بود. وقتی عمیر به مدینه رسید، به سمت مسجد النبی رسید، طرف جایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود و میخواست که به پیامبر خودش رو نزدیک کنه. اون مرکب خودش یا اون راحله خودش، حالا اسب بود یا شتر بود، هر چی بود، در اون مکان متوقف کرد و از اون اومد پایین. عمر رضی الله عنه با تعدادی از اصحاب همون نزدیکی ها نشسته بودن نزدیک در مسجد و صحبت میکردن. خب جمع مسلمان ها پیروز شده بودن، صحبت از جنگ بدر بود و که چقدر اسیر گرفتن، خداوند چگونه به اینها پیروزی داده و فضل الهی شامل حالشون شده، چگونه مهاجرون انصار از خودشون جان فدایی کردند و صحبت از پیروزی و اخباری که درشون بود و باز برای کسانی که اونجا نبودن داشتن در اون صحنه جنگ بدر نبودن تعریف میکردن که چگونه خداوند دشمنان رو ذلیل و خوار کرده. در هر صورت در همین لحظه که داشتن عمر و دیگران صحبت میکردن، یه دفعه چشم عمر به عمیر افتاد، عمیر ابن وهب، که چجوری این از این مرکب خودش، شتر خودش اینا پایین اومد و به طرف مسجد داره میره، در حالی که شمشیرش هم به کمرش آویزونه. یک دفعه عمر فریاد زد و مثل شیری قرید به طرفش رفت، گفت این سگ دشمن خدا عمیر ابن وهبه. گفت قسم به خدا این جز برای شرارت نیامده، این جزو بدترین مشرکین بود در مکه، بدترین سختی ها رو نسبت به ماها ایجاد کرد و این اومده انتقام جنگ بدر رو بگیره و این نقشه ای داره. عمر دیگه خب میدونی جزو کسانی بود که واقعا بهش الهام میشد در حالاتی که جزو ملهمون هست در امت پیامبر صلی الله علیه و سلم. الهام جزو وحیه و قاطی نکنید. بالاخره صحابه گفت بریم همه اطراف پیامبر رو تنها نذاریم، به طرف رسول خدا رفتن. گفت دور پیامبر حلقه بزنید و مواظب باشید مبادا این خیله نقشه دشمنی بر علیه پیامبر داشته باشه که این انسان مکاریه. و خب عمر هم به طرف پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد، در حالی که این عمیر ابن وهب رو گرفته بود، یقه‌شو گرفته بود، با این تناب کمانی که گردنش بود، شمشیرش، حمایل شمشیرش کشان داشت اینو می آورد. پیامبر گفت چیه؟ گفت میخواد بیاد پیش شما، به نظر من شری پشت برنامه داره، نقشه و حیله‌ای داره. پیامبر گفت بذار بیاد، ولش کن عمر، بذار بیاد. و عمر هم دیگه بالاخره این رو رها کرد و این به طرف پیامبر اومد. پیامبر وقتی اینو دید رو به این داستان قسمت عمر میادم، خیلی لذت بخش این قسمت ها. وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت این رو رها کن فلان، بذار تو ازش فاصله بگیر، این اومد عمر پیش پیامبر رو گفت خب عمر بیا ببینم، نزدیکتر صحبت بکن ببینم چیه. عمر گفت صبح بخیر، اون چیزی که در بین عرب رواج داشت. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت خداوند به ما کلامی بهتر داده از اون چی که تو داری میگی، اون هم سلام هست، تحیت و گفتگوی اهل بهشت. عمر گفت قسم به خدا فرق نمیکنه، صبح بخیر ما با سلام شما فرق نمیکنه، شما یه چیز جدیدی آوردید. همین حرفی که خیلی‌ها معمولا میزنن گاهی. خب پیامبر گفت عمر چی شده اینجا اومدی پیش ما، برای چی اومدی؟ گفت اومدم که اسیر منو آزاد بکنید، در حق من نیکی بکنید فلان. پیامبر گفت خب این شمشیری که به گردنت آویزون کردی، داستان این شمشیر چیه؟ گفت ای محمد اگه می‌خواست این شمشیرها به ما کمک کنه در جنگ بدر، به ما کمک می‌کرد. پیامبر گفت راست بگو، برای چی اومدی؟ حرف درست بزن. گفت باور کن برای چیزی غیر از این من نیومدم یا رسول الله پیش شما. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو با صفوان در اون حجر ابراهیم نشسته بودید، با هم صحبت می‌کردید، گفتگو می‌کردید و صحبت از کشته‌های خودتون در قلیب بدر می‌کردید. یادت میاد چی گفتی؟ گفتی اگر من بدهکار نبودم و زن و بچه‌م ترس از فقر و اینها نبود، میرفتم محمد رو می‌کشتم. و صفوان هم گفت هم بدهکاری تو قبول می‌کنم، هم فرزندان تو رو قبول می‌کنم، برو محمد رو بکش.
ولی خدا بین من و تو فاصله میندازه. عمر اینجوری نیست که تو فکر کردی هر کاری که میخوای انجام بدی. یک دفعه عمر عصبانی شد و زیاد طول نکشید که یک حادثه ای رخ داد. دنباله داستان در روز دیگه که بتونیم انشالله خدمت شما ارائه بدیم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.